دوستان عزیز، من اهورا هستم و خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال اهورا گیمینگ. دوستان این اولین ویدیو کانال منه، پس لطفا حمایت کنین. کلی زحمت کشیدم برای درست کردن اسکینم، برای درست کردن پروفایل کانال و کلی چیزای دیگه، پس لطفا حمایت کنین که من پر انرژی تر بشم و براتون ویدیوهای جدیدتر و بهتر بذارم. پس برو که بریم سراغ ویدیو. خیلی خوب دوستان، همونطوری که دارید میبینید من با وسیله‌های اول بازی و وسیله‌های چرت اومدیم اندر دراگون رو بزنیم. بله، موضوع اول ویدیومون اینه که من اشتباهی 64 تا ازی برداشتم، حالا ایبی نداره، حالا یه دونه میذاریم اینجا، اینا رو میبریم بذار بندازمش. آره دیگه، همین موضوع، باید با این وسیله های چرت اول بازی اندر دراگون رو بزنیم. حالا اینجا پناهگاهمونه، من زیاد حوصله نداشتم بیشترش رو بسازم و ما فقط 3 بار حق داریم، فقط 3 بار، یعنی فقط 3 بار حق داریم زنده بشیم و دوباره بیایم. اگه بیشتر از 3 بار ببازیم این چالش رو باختیم و هر کسی که مجازات برای ما بذاره اگه ببازیم با مجازات شیم و بهترین مجازاتی که توی کامنت ها هست و بیشترین لایک و خورده رو ما انجام میدیم. خیلی خوب، بریم شروع کنیم. اول از همه من اینو بذارم رو سرم، اینطوری بهتره. خب حالا اول طبق معمول باید بریم این برجکا رو بزنیم. اول من این ور رو بزنم، چه سخته اینجوری هم. احتمالاً بخوره. اوی کی زد؟ دراگون بود، ایبی نداره، نگاه کن. بذار من کلمو درست کنم. ایشالله که هیچ اندرمنی نمیاد جلومونو. اونم میزنیم اون برجو. آها زدیمش، ایول. حالا اون یکی برج که احتمالاً نرسه از اینجا. نه نمیرسه. خب حالا با بریم این برج بالایی، این محافظ داره، مجبوریم بریم این بالا. یعنی خب بریم بالا. خب آها رسیدیم. حالا اینجا رو میکنیم، بعد میریم پایین، چون اگه مثلا اینم بکنم، چون اگه از اینجا بترکونیمش میمیریم. حالا ما که تا اینجا اومدیم، اونم بزنم. آها اون ترکید، اون یکی هم بزنیم، اونم ترکید. خب خوبه، حالا بریم پایین، اینم بزنیم، یکم بخوریم. و بچه ما فکر نکنم بتونیم ببریم و قرار مجازات بشیم، چون واقعا سخته. من خودم قبلا با وسیله های فول ندرایتی می اومدم بزنم، میمردم لحظه های اول. یکم بریم عقب. خب حالا اینو بزنیم، لطفاً بخور بهش. آها ایول ایول، خیلی خوبه. این آهنش رو هم پرت کرد، اینا خوبه. حالا میتونیم به عنوان بلوک ازش استفاده کنیم. حالا بریم اون و دقت کردین جدیدن تو اندرمنا خیلی کمتر شدن؟ قبلا خیلی بیشتر بودن، خیلی بیشتر بودن. فکر کردم میخواد بیاد برام. اینا یه نهایتا 30-40 تا. اون موقع 120 هم که نه دیگه، خیلی زیاده. اینو زدیم، یکی هم زدیم. آره من الان یادم افتاد. وای بسم الله الرحمن الرحیم. این سپرم جون زیادی ازش رفت فقط با یه دونه حملش. یعنی قراره که وای نزدیک بود تو چشاش نگاه کنم. یعنی قراره که سپرمون رو به زودی از دست بدیم. او ترکید، اونم ترکید فکر کنم. آره خوبه، الان فقط مونده این. بریم بالا. خب خوبه، اینم میزنیم و دیگه کار نهایی و اصلی شروع میشه، یعنی جنگ با دراگون.
از اینم استفاده کنیم. خب اینا رو بکنیم. میخوام یه ریسکی کنم، از اینجا اینو بتوری کنم که دیگه نریم پایین. این همه رو کم پل. آره بابا هیچی نشد. همین بالا. آها اون یه دونه مونده، اون الان میزنم، بعد همین بالا میمونیم انده رو میزنیم. اوی بسم الله وحشیه. خب اینم مونده بابا، کجا رفته ای؟ تخت خواب کاش، البته دیگه اون نمیشد با وسیله اول بازی. اگه تخت خواب داشتیم خیلی ساده میزدیمش. خوبه داره استراحت میکنه، حالا میزنیمش. هیچی هم نمیخوره. آها فکر کنم سپرم. آره وضعیتش داغونه، خیلی هم داغونه. خب خوبه نخورد بهمون. بسم الله. کجکی میندازی. ولی اگه همینطوری پیش بریم و نیاد که داره میاد. وای وای ای بابا، بار اول که مردیم. حالا فقط 2 تا جون دیگه برامون مونده. من دوباره برم اونجا، الان میام. خیلی خوب بچه، همونطوری که فهمیدین ما یه بار مردیم، اما چون که این چالش خیلی سختیه، هر بار که میمیرم وسیله هم بهتر میشن، یعنی ترمیم میشه. یعنی مثلا الان آهنیه، بار بعدی بمیرم دایمندی میشه، بار بعدی بمیرم کلا تموم میشه. خب ولی یه دونه 64 تا بلوک برای خودم گذاشتم و الان نمیدونم چرا این جان دراگون پر شد. واقعا نمیدونم، بزنیمش فعلا. من دیگه اعصابم از دستت خورده. ها میخوای منو بزنی 2 دفعه. اوی تونست. ببین من یه ایده دارم، به نظرم بریم اون بالا یه برج بلند مثلا خوبه. بریم بالا فعلا، سریع بریم بالا که تایم ویدیو هم زیاد نشه. بدو این بالا من میخوام یه پناهگاهی چیزی بسازم که دیگه. وای اون یه دونه مونده. وای بسم الله بسم الله. وحشی اندر دراگون. بابا دهنت سرویس، برو دیگه. وای دوباره مردیم بچه ها. خیلی خوب بچه ها، همونطور که میبینید دایمندی شدیم، اما سپر برای خودم نیاوردم، یادم رفت. معجونم نخوردم. یه لحظه وایسین، ببخشید. معجون و سپر یادم رفت. خب حالا بهتر شد. حالا بریم دیگه. ببینید من یه نقشه داشتم که خیلی خوب نبود، یعنی باختیم. پس من میگم از همین پا همینجوری شروع کنیم به زدن دراگون. ولی متاسفانه هیچ تیری بهش نمیخوره. ما اینجوری وای نشد بزنمش. میزدمش جون خوبی ازش میرفت، ولی حیف که نشد. دوباره بزنیمش. بخور دیگه یه تیر. آها خوبه، یه چند تا تیر بهش بخوره. خب بزن بدو بابا. چرا هیچی بهش نمیخوره؟ آها خورد. بزنیمش. شکست سپرم. الان خیلی سخت‌تر شد کار، خیلی سخت‌تر شد و اینم داره از همین فرصت استفاده میکنه و میاد. البته نمیکنه فعلا نمیاد. وای ایندرمنم افتاد دنبالم، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. بمیر. اندر دراگون کم بود، تو هم اضافه شدی؟ کجا؟ خوبه یه دانه چش داد. بزن اینو آخرای جونشه. بمیر دیگه، تو چرا نمیمیری؟ وای بسم الله. الان کجا رفت؟ اونجاست. بزنش دیگه بابا. وای یه پناهگاه سریع بسازیم.
همین نزدیکی ها. خب الان کجاست؟ همینجا. اندرمنه باهاش درگیر شده و این بهترین چیزه. خب خوبه. نتونست بیاد. نیم که نه، 2 تا جون دارم. زار بیا دیگه. بابا نشد بزنمش، حیف شد. باید میزدمش. الان کجاست این دراگونت بی صاحب؟ واقعا بی صاحب. خب صاحب نداره. یه دونه جون برامون مونده و احتمالا چالش رو ببازیم که بله. نه بیا بیرون، خودتون نشون بده. بابا تیر هیچی. الان تیرام هم تموم بشه یعنی بدبختیم. این واقعا به معنای واقعی کلمه بدبختیم. تمام شد بچه ها. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و لذت کامل برده باشین. دوستان تو ویدیو بعد مجازات رو انجام میدیم و تو همین ویدیو چالش و مجازات به هم بگین. و تا ویدیو دیگه خدافظ.